دوباره به همگی. امروز اومدم با بخش دوم معرفی کتابخونه سبیاکبال در دانشگاه و این بار قراره با همدیگه بریم به طبقه دوم. این سالن مطالعه توی طبقه دوم اسمش سبیاکبال دنگ و مهمترین نکته درباره این سالن اینه که این سالن 24 ساعت است. احتمالا توی تصویر خودتونم دارین میبینین که فضاش یک مقدار با فضای سالن طبقه اول فرق میکنه و از طرفی هم حتما باید صندلی ها رو از توی اپلیکیشن دانشگاه رزرو بکنی و نمیتونی همینجوری بدون رزرو بری و روی صندلی بشینی. اینجا هم یه سری کاناپه و تخت خواب گذاشتن برای استراحت دانشجو. توی ایام امتحانات این سالن خیلی غلغله میشه و به سختی میتونی یه صندلی خالی پیدا کنی. خب حالا از سبیاکبال دنگ خارج میشیم و میریم سراغ سالن‌های مطالعه معمولی. تقریبا توی همه طبقات این کمودا وجود دارن و میتونیم وسایلمون رو توش بذاریم. خب حالا بریم که وارد سالن مطالعه معمولی بشیم. اینا سالن‌های مطالعه معمولی هستن که توی طبقات 2، 3 و 4 وجود دارن. مهمترین فرق این سالن‌های مطالعه معمولی با سبیاکبال دنگ که یکم قبل‌تر نشون دادم اینه که این سالن‌های مطالعه 24 ساعته نیستن و ساعت 11 بسته میشن. خب اینم از ادامه معرفی کتابخونه سبیاکبال. توی ویدیوی بعدی میریم سراغ یک کتابخونه دیگه.